سلام، حامد حمیدنیا هستم، مشاور ویزای سرمایه‌گذاری آمریکا و مدیر وبسایت eb5farsi.com. در این قسمت در مورد انتخاب وکیل مهاجرت با شما صحبت می‌کنم. وکیل امور مهاجرت نقش بسیار مهمی در موفقیت پرونده‌های گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری داره. شما وقتی که می‌خواید برای گرفتن گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری اقدام بکنین، از قدم اول یعنی عقد قرارداد با مرکز منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری تا موقعی که گرین کارت دائمتون رو میگیرین با وکیل امور مهاجرت سر و کار دارین و در واقع وکیل امور مهاجرت هست که کارهای شما رو پیگیری میکنه و به سرانجام میرسونه. پس برای انتخاب یک وکیل به اعتقاد من به چند نکته باید توجه کرد. نکته اول اینه که سعی کنین وکیلی رو انتخاب کنین که حتما دارای پروانه وکالت معتبر از کانون وکلای ایالتی که حالا توش کار میکنه باشه، چون بعضی از مشاورین مهاجرت هم هستن که تبلیغ میکنن که کار پرونده های سرمایه گذاری رو انجام میدن، ولی کارتون رو و کاری به این مهمی رو بسپرین حتما به کسی که وکیل رسمی هست و دارای پروانه وکالت هست. در مورد وکلا هم خیلی راحت میشه در مورد سوابقشون تحقیق کرد. هر کدوم عضو کانون وکلای اون ایالتی هستن که در اونجا فعالیت میکنن و بعضی از قوانین امریکا به دلیل اینکه فدرال هست مثل قوانین مهاجرت، به همین خاطر همه وکلا که در ایالت‌های مختلف هستن میتونن کار امور مهاجرت هم انجام بدن. به همین خاطر هم است که شما در تبلیغات میشنوین که مثلا یه وکیلی میگه من وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال هستم. میتونین از طریق اون کانون وکلای اون ایالت، مثلا اگر وکیل در ایالت کالیفرنیا کار میکنه، میتونید از طریق کانون وکلای کالیفرنیا راجع به اون وکیل تحقیق بکنین و پروندهش رو ببینین، یعنی اون تاریخچه‌ش رو ببینین که کی وکیل شده، چند سال است که وکیل هست، آیا ازش شکایتی شده نشده، کجا حتی تحصیل کرده. همه این اطلاعات روی وبسایت کانون وکلا هست. این اولین نکته. نکته دوم اینه که اون وکیلی که انتخاب میکنین حتما در زمینه EB5 دارای تخصص باشه، یعنی کار پرونده های سرمایه گذاری رو انجام داده باشه و بدونه که این پرونده ها چه نکات و ظرافت هایی داره. نکته سوم اینه که علاوه بر این که کار پرونده های سرمایه گذاری تا حالا انجام داده، پرونده ایرانی ها هم انجام داده باشه، به دلیل اینکه به خاطر مسائل تحریمی که متاسفانه بر علیه ایران هست و اینکه یه مقدار تأمین مدارک از داخل ایران مشکل هست نسبت به کشورهای دیگه، پرونده ایرانی‌ها دارای یک ریزه‌کاری‌ها و نکات خاصی هست که وکیلی که پرونده ایرانی‌ها رو انجام داده باشه با این نکات آشنایی داره. و نکته چهارم اینه که سعی کنین وکیلی رو انتخاب بکنین که ایرانی الاصل هست و ایرانیه که بتونین باهاش فارسی صحبت کنین، به خاطر اینکه ارتباط برقرار کردن با وکیل خیلی مهم هست. هم اون بتونه با شما به راحتی ارتباط برقرار کنه و اطلاعات رو تبادل بکنین با هم دیگه، و هم شما اگر که سوالی داشتین یا نکته‌ای بود بتونین به راحتی با وکیلتون تماس بگیرین. و آخرین نکته اینه که هزینه وکالتش در محدوده متعارف هزینه‌های وکالت برای پرونده‌های سرمایه‌گذاری باشه. الان در حال حاضر وکلایی که دارای تخصص و تجربه در زمینه EB5 هستن و کار پرونده‌های سرمایه‌گذاری رو به طور خاص انجام میدن، هزینه وکالتشون برای انجام پرونده‌های EB5 یه عددی بین 25 تا 30 هزار دلار هست. اگر که اطلاعات بیشتری در مورد انتخاب وکیل امور مهاجرت لازم دارین، حتما با دفتر ما تماس بگیرین. میتونین از طریق فرم اشتراکی که هست اطلاعاتتون رو بفرستین، یا از طریق ایمیل یا تماس تلفنی. ما حتما میتونیم اطلاعات وکلای متخصص و مجربی که در زمینه EB5 کار میکنن و تجربه خیلی خوبی دارن و سوابقشون هم سوابق خیلی خوبی هست رو خدمتتون معرفی کنیم. متشکرم.